سلام دوستای عزیز، اسم من رویا. امید که جور و صحت باشین. یک قصه دیگر رو بر شما انتخاب کردیم که عنوان این قصه است خانه کلکین طلایی. بود نبود یک پسر بسیار کوچک بود که همیشه در مزرعه دوردست زندگی میکرد. مزرعه جایی که کشت و کار میکنن. در یک دی زندگی میکرد. هر روز صبح پیش از اینکه آفتاب طلوع کنه ای از خواب برمیخواست و تا شب بسیار کارهای سخت روزانه را انجام میداد. در زمان غروب آفتاب ای از زینه بالا می رفت تا کم استراحت کند و از او دورا از کلکین خانهش یک کلکین طلایی را می دید که همیشه نظرش جلب می کرد. یک خانه را می دید که کلکین طلایی داشت، بسیار مقبول بود و با خود فکر می کرد که چقدر زندگی در این خانه کلکین طلایی بسیار با وسایل شیک و مدرنش چقدر لذت بخش باشد و چقدر عالی خواهد بود که در او خانه زندگی کنم. با خود گفت اگر اینا میتونن که یک خانه‌ای که کلکینش از طلا ساخته باشه بسازن، خدا میدونه که اسباب و خانه چقدر مقبول باشه و چقدر عالی خواهد بود. بالاخره یک روز گفت من میرم در اونجا که من ببینم این خانه چه قسم است. از نزدیک میخوایم این خانه رو ببینم. یک روز پدرش به بچه گفت که بجای از او به کار میره و بچهش امروز ضرورت نیست که امرای پدر خود بره. گفت من میتونم که تمام کار امروز به تنهایی انجام بدم و تو میتونی در خانه باشی. این بچه یک بسیار خوشحال شد و گفت که اینمی فرصت است که من برم یک دفعه این خانه کلکین طلایی رو ببینم. رفت و یک غذای بر خود آماده کرد و برافتاد که طرف این خانه بره که خانه رو ببینه چطور یک خانه مقبول خواهد بود. راه بسیار طولانی را سپری کرد و راه گشت تا ای که باد از چاشت نزدیک خانه پنجره طلایی رسید. وقتی که طرف خانه دید که بجایی که خانه بسیار مقبول و مدرن باشه یک خانه بسیار کهنه بود و این خانه رنگ و رویش رفته بود و هیچ اثری از این خانه کلکین طلایی را نیافت. این به طرف خانه رفت و دروازه خانه را تک تک زد و یک بچه که دیگه به همسن سال خودش دروازه را باز کرد و گفت بفرمایید شما کار دارین؟ این بچه برش گفت تو خانه کلکین طلایی را دیدی؟ بچه گفت که خیلی بیا اینجا، بیا ببین در بالا در سربام بالا شو، من برات خانه را نشان میدم. وقتی بچه آمد و بالا طرف بچه اشاره کرد طرف خانه خودشان. وقتی که خودش طرف خانه را دید که خانه خودش از او دورا بسیار از دور کلکینش طلایی معلوم میشه و به همزمان غروب آفتاب کلکینش جل و بل میکنه و او دانست که خانه که کهنه و فرسوده بود به نظرش فکر میکرد که یک خانه بسیار مقبول و شیک باشه و ای از این کار حیران ماند که خب من فکر میکردم که زندگی از اینا بهتر از ما باشه، ولی خانه از اینا مثل خانه ماست. پایان. امید که خوشتان آمده باشه.